فشاری که در ضربات پنالتی روی بازیکن‌ها هست رو میشه حالا ضربه‌ش رو به این شکل میزنه. نوبت کاپیتان تیمی که ضربه‌ش رو بزنه. حالا 1-1. گلش کرد. دروازه‌بان گل زد. حالا دروازه‌بان آماده است تا این ضربه رو مهار کنه. هیچ راهی برای اینکه جلوشو بگیره نداشت. تو به تیر میزنه. زننده ضربه زیر فشار وحشتناکیه. باید ضربهشو گل میکنه که راحت میکشه. به نظر آروم میاد. حالا فقط باید توپو گل کنه. توپ خورد به تیر دروازه. اگه پنالتی رو از دست بده تیمش میبازه. بعد این ضربه رو تبدیل به گل کنه. گل! بازم تیمش میتونه بجنگه. بعد زد. آیا میتونه ضربه رو گل کنه تیمش رو برنده بازی کنه؟ گل بازی رو میزنه. به خوبی بازی کردن. حالا یه قدم بزرگ به رسیدن به جام برداشتن. طرفداران کاملا از این برد راضی هستن.